برای متولدین عزیز ماه فروردین، کارت‌های لنورماند، داس و زن و مار و کارت‌های تاروت عرابه و قدرت و پاپ رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ عزیز دلم، فروردینی مهربان، امروز قصه زندگیت مثل یک جاده صاف و روشنه که خودت فرمانش رو به دست گرفتی. کارت عرابه میگه تو با اراده قوی و مصمم سوار بر عرابه سرنوشتت شدی و داری به سمت پیروزی حرکت میکنی. اما این مسیر یک پیچ مهم داره. قصه امروزت حول یک تصمیم بزرگ و شجاعانه میچرخه. کارت داس کنار کارت زن نشسته و این یعنی یک خانم قدرتمند که این خانم خود تو هستی. قرار یک چیزی رو برای همیشه تموم کنه، مثل باغبانی که شاخه خشکیده رو میزنه تا درخت جون تازه بگیره. این تصمیم شاید یکم تند و تیز به نظر بیاد، اما لازم و شفابخشه. کنار اینها کارت مار هم نشسته که داستان رو جالبتر میکنه. مار هم نماد خطر و پیچیدگیه و هم نماد هوش و ذکاوت و شفا. پس این تصمیم قاطع در مورد یک موضوع پیچیده یا یک آدم باهوش و زرنگه. بذار برات بگم این قصه توی زندگی عاشقانت چطور پیش میره. اگه توی رابطه‌ای هستی که مدتی توش سردرگمی، همش حرفهای دو پهلو میشنوی و نمیدونی تکلیفت چیه، امروز روز روشن شدنه. اون مار توی کارت‌ها میگه یه چیزهایی پنهان بوده یا رابطتون پیچیده شده. اما تو با قدرت درونی که کارت قدرت بهت میده، دیگه این وضعیت رو تحمل نمی‌کنی. با یه حرف قاطع، با یه تصمیم نهایی، مثل یه جراح که محل درد رو پیدا میکنه و درمانش میکنه، این رابطه رو از بلا تکلیفی نجات میدی. این کار شاید اولش سخت باشه، اما باعث میشه عرابه رابطتون دوباره راه بیفته. مثلا به طرف مقابلت خیلی رک میگی من یه رابطه شفاف و مشخص میخوام و خط قرمزهایت را مشخص میکنی. برای اونهایی که منتظر برگشت معشوقشون هستند، داس میگه وقت بریدن این انتظار بیهوده رسیده. تو با قدرتت تصمیم میگیری که به جای منتظر موندن، زندگی خودت رو با اراده به پیش ببری. امروز میفهمی که قدرت واقعی کنترل زندگی خودته، نه کنترل دیگران. در مورد ازدواج، کارت پاپ که نماد سنت‌ها و چهارچوب‌های درسته کنار عرابه قرار گرفته. این یعنی اگر قصد ازدواج داری، همه چیز روی اصول و با رسم و رسوم درست پیش میره. اون تصمیم قاطعی که گفتم اینجا یعنی انتخاب نهایی و بله گفتن. اگر مانعی سر راهتون بوده، مثل یک مشکل خانوادگی پیچیده، تو با هوش و درایتی که از مار میگیری، اون رو حل میکنی و با یک تصمیم محکم راه رو برای یک وصلت مبارک باز میکنی. توی مسائل کاری و حرفه‌ای تو با عرابت داری به سمت موفقیت میتازی. اما ممکنه یک همکار موذی یا یک پروژه خیلی پیچیده مثل مار جلوی پات سبز شده باشه. امروز تو با شجاعت درونی کارت قدرت و با یک تصمیم آنی و برنده مثل داس این مانع رو از سر راه بر می‌داری. مثلا اون همکاری که همش برات حاشیه درست میکرد رو خیلی محترمانه ولی قاطع سر جاش مینشونی، یا از پروژه‌ای که فقط وقتت رو تلف میکرده با شجاعت انصراف میدی تا انرژیت رو روی کار بهتری بذاری. این تصمیمت باعث میشه همه بهت احترام بذارن چون میبینن که چقدر مصمم هستی. در مورد سلامتی و تندرستی این کارت‌ها خبر خوبی میدن. مار کنار داس میتونه به معنی یک عمل جراحی موفق یا یک درمان قطعی باشه. اگه بیماری یا دردی داشتی که اذیتت میکرده، امروز با کمک یک پزشک حاذق راه درمانش پیدا میشه و اون درد برای همیشه بریده میشه. این بهبودی باعث میشه تو دوباره با انرژی و قدرت کنترل بدنت رو به دست بگیری و سرحال بشی. مثلا بالاخره تصمیم میگیری بری اون دندونی که اذیتت میکنه رو درست کنی و بعدش حسابی راحت میشی. توی خانواده و رابطت با بچه‌ها ممکنه یک بحث قدیمی و پیچیده وجود داشته باشه. امروز یک خانم بزرگتر فامیل، شاید مادرت، با یه حرف قاطع و نهایی به این بحث خاتمه میده. اولش شاید حرفش کمی تند به نظر برسه، اما بعداً میبینی که به نفع همه بوده و آرامش رو به خانواده برگردونده. تو هم با صبر و قدرتی که داری این شرایط رو مدیریت میکنی و اجازه نمیدی دلخوری پیش بیاد.
از نظر مالی و اقتصادی، داس میگه وقتش هزینه‌های اضافی رو قطع کنی. اون مار میتونه نماد بدهی‌های ریز و درشت یا خرج‌های پنهانی باشه که پولت رو میخوره. امروز تو تصمیم میگیری این خرج‌ها رو پیدا کنی و با داس اونها رو قطع کنی. مثلا اشتراک اون برنامه‌ای که استفاده نمی‌کنی رو لغو می‌کنی یا تصمیم میگیری کمتر از بیرون غذا سفارش بدی. این کنترل مالی باعث میشه عرابه پولت دوباره راه بیفته و به سمت پسنداز حرکت کنی. از نظر فردی و روانی، امروز روز خودشناسی و قدرت توئه. تو از پیله شک و تردید بیرون میای. اون مار نماد ترس‌های درونی و پیچیدگی‌های ذهنیته. تو با قدرت درونت بر این ترس‌ها غلبه می‌کنی و با داس ارادت افکار منفی رو از ذهنت پاک می‌کنی. این کار بهت یه حس سبکی و پیروزی میده که انگار دنیا رو فتح کردی. اما یه هشداری هم کارت‌ها برات دارن. مراقب حرف زدنت باش. داس میگه کلماتت امروز مثل تیغ برنده هستن. پس قبل از اینکه حرفی بزنی، مخصوصاً با یک خانم حساس، کمی فکر کن تا کسی رو ناخواسته زخمی نکنی. همچنین در مورد آدم‌های جدید که خیلی زرنگ به نظر میان، کمی محتاط باش و زود اعتماد نکن. مثلا اگه کسی امروز یه پیشنهاد کاری خیلی عالی ولی پیچیده بهت داد، بگو چند روز بهم فرصت بده فکر کنم. برای سفر و مهاجرت، عرابه بهترین کارته. یعنی راه بازه و حرکت قطعیه. اگر قصد سفر داری، یه تصمیم یهویی میگیری و راهی میشی. مثلا یه دوستت زنگ میزنه و برای آخر هفته دعوتت میکنه به شمال و تو هم سریع قبول میکنی. برای مهاجرت هم امروز ممکنه یه مدرک مهم رو بگیری یا یه کار اداری رو تموم کنی که راهت رو برای رفتن هموار میکنه. یک اتفاق غیرمنتظره هم در راهه. ترکیب مار و داس میگه یک خانوم که مدتها ازش بیخبر بودی ناگهان پیداش میشه. شاید یک دوست قدیمی یهو بهت زنگ بزنه یا توی خیابون ببینیش و این دیدار خاطرات خوبی رو برات زنده کنه. به عنوان مشاوره و راهنمایی، کارت‌ها بهت میگن عزیز دلم، به قدرت درونی خودت ایمان داشته باش. برای رسیدن به اهدافت هم اراده قوی لازم داری، هم صبر و مهربانی با خودت. از تصمیم‌های سخت نترس. گاهی باید یه چیزهایی رو قطع کنی تا چیزهای بهتر جوونه بزنن. به سنت‌ها و تجربه بزرگترا احترام بذار، چون راهنمایی‌های اونها چراغ راهته. و در آخر عدد شانس امروزت 5 هست. امروز سعی کن 5 تا از کارهایی که دوست داری رو انجام بدی، حتی اگه کوچیک باشن، یا مثلا با 5 نفر از عزیزان تماس بگیر و حالشون رو بپرسه. رنگ شانس امروزت هم سبز پسته‌ایه. این رنگ نماد آرامش و تازگیه. سعی کن یه چیزی به این رنگ تنت کنی، حتی یه دستبند کوچیک یا یه نگاه به یه درخت سرسبز بنداز. این رنگ امروز بهت انرژی خیلی خوبی میده. روزت پر از تصمیمای درست و پیروزی‌های شیرین باشه. برای متولدین عزیز ماه اردیبهشت، کارت‌های لنورماند برج، بچه و کوهستان و کارت‌های تاروت برج و جهان و عدالت رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه. عزیز دلم، قشنگم، امروز داستان تو داستان یه دیوار بلند و محکمه که خیلی وقت جلوی راهت رو گرفته. این دیوار که از کارت‌های برج و کوهستان میاد، یه مشکل قدیمی، یه فکر کهنه یا یه آدم سرسخته که مثل کوه جلوی شروع‌های تازه تو ایستاده. حس می‌کنی تنهایی و هر چی تلاش می‌کنی به جایی نمیرسی. اما امروز یه اتفاق جالب میفته. کارت تاروت برج میگه یه رعد و برقی یهویی به این دیوار میزنه و فرو میریزتش. اولش شاید یکم بترسی یا شوکه بشی، چون همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته، اما این اتفاق دقیقاً همون چیزیه که لازم داشتی. این فرو ریختن راه رو برای یه شروع کوچیک و قشنگ مثل کارت بچه باز میکنه. و در نهایت کارت‌های جهان و عدالت میان و میگن که بعد از این ماجرا همه چیز سر جای درستش قرار میگیره، حق به حقدار میرسه و تو به یه آرامش و موفقیت کامل میرسی. حالا بیا ببینیم این قصه تو زندگی امروزت چطور دیده میشه. توی روابط عاطفیت اون دیوار بلند میتونه یه کدورت قدیمی یا یه لجبازی بین تو و طرف مقابلت باشه.
انگار هر دو روی یه موضوعی پافشاری میکنین و هیچ کس کوتاه نمیاد. امروز یه حرفی زده میشه یا یه حقیقتی روشن میشه که این لجبازی رو تموم میکنه. شاید یه بحث کوچولو پیش بیاد، اما این بحث مثل همون رعد و برقه. لازم بود تا دلخوری ها از بین بره و بتونین مثل دوتا دوست یه صفحه جدید و صادقانه رو شروع کنین. اگرم منتظر برگشت کسی هستی، اون دیوار جدایی که به خاطر یه مانع بزرگ و غرور شکل گرفته بود، امروز با یه اتفاق غیر منتظره ترک برمی‌داره. یه پیام یا یه تلفن یهویی میتونه همه چیز رو عوض کنه و عدالت میگه اگه حق با تو بوده، نتیجهش رو میبینی و رابطتون به یه سرانجام خوب میرسه. اگه به ازدواج فکر میکنی، اون کوه بزرگ میتونه یه مانع از طرف خانواده ها یا یه مشکل قانونی و رسمی باشه که جلوی کارت رو گرفته. مثلا یه مدرکی که آماده نمیشده یا یه مخالفتی که سفت و سخت بوده. کارت برج تاروت میگه امروز یه خبر ناگهانی این مانع رو از سر راه برمیداره. مثلا اون کسی که مخالف بود نظرش عوض میشه یا اون مشکل اداری یهویی حل میشه و راه برای یه شروع جدید و تشکیل یه خانواده کوچیک و گرم باز میشه. کارت جهان هم تضمین میکنه که این مسیر به یه ازدواج موفق و پایدار ختم میشه. توی مسائل کاری و حرفه‌ای اون برج و کوهستان یه مدیر سختگیر، یه قانون دست و پاگیر توی اداره یا یه پروژه‌ای که مدت هاست گیر کرده و پیش نمیره. تو احساس میکنی توی محیط بسته و تنها گیر افتادی. امروز یه تغییر ناگهانی توی ساختار شرکت یا یه تصمیم جدید از بالا این مانع رو برمی‌داره. مثلا مدیری که با ایده‌هات مخالف بود جابجا میشه یا اون قانون سختگیرانه رو عوض میکنن. این اتفاق به تو اجازه میده که ایده‌های جدید و کوچیک خودت رو مثل کارت بچه شروع کنی. عدالت میگه زحمت‌هایی که کشیدی دیده میشه و جهان هم میگه نتیجه این تغییر یه موفقیت بزرگ و کامل و رسیدن به جایگاهی هست که لیاقتش رو داری. از نظر سلامت و تندرستی، اون کوه مشکل یه عادت بد قدیمی یا یه درد کهنه است که بهش بی‌توجهی کردی. امروز بدنت یه زنگ خطر کوچیک بهت میده، یه تلنگر که بیگه وقتشه به خودت برسی. این تلنگر مثل همون کارت برج تاروت یکم نگرانت میکنه، اما باعث میشه یه تصمیم جدی برای سلامتیت بگیری. مثلا تصمیم میگیری اون سیگار رو کنار بذاری یا برای اون کمردرد قدیمی بالاخره بری دکتر. این شروع جدید مثل مراقبت از یه نوزاد بهت حس خوبی میده و آخرش به یه تعادل کامل جسمی و روحی میرسی. برای خانواده و فرزندان، اون برج و کوهستان نشون میده شاید یه فاصله‌ای بین تو و یکی از اعضای خانواده یا فرزندت افتاده. یه جور دوری و سردی که دلیلش یه قانون قدیمی توی خانواده یا یه لجبازیه. امروز یه اتفاقی میفته که این فاصله رو از بین میبره. یه صحبت صریح و بی‌پرده این دیوار رو فرو میریزه و یه فرصت برای یه شروع دوباره و گرمتر فراهم میکنه. مثلا با فرزندت که مدتی ازت دوره، یه گفتگوی صادقانه داری که باعث میشه دوباره به هم نزدیک بشین. توی مسائل مالی و اقتصادی، اون دیوار یه بدهی قدیمی، یه قسط سنگین یا یه محدودیت مالیه که جلوی پیشرفتت رو گرفته. اون اتفاق ناگهانی میتونه یه پول غیر منتظره باشه که به دستت میرسه و این مشکل رو حل میکنه. مثلا یه طلب قدیمی رو وصول میکنی یا یه معامله‌ای که فکر نمی‌کردی بشه یهویی جور میشه. این پول شاید زیاد نباشه، اما برای یه شروع تازه و کوچیک کافیه و کمکت میکنه تا به عدالت و تعادل مالی برسی و چرخ زندگیت دوباره بچرخه. از نظر فردی و روانی تو یه حصار تنهایی دور خودت کشیدی. این حصار از باورهای قدیمی و ترس‌هات ساخته شده. امروز یه اتفاقی، شاید یه حرف از یه دوست یا دیدن یه فیلم، یه تلنگر عمیق بهت میزنه و این حصار رو میشکنه. میفهمی که میتونی از نو شروع کنی، مثل یه بچه پاک و بیگناه. این رهایی بزرگ بهت کمک میکنه تا به صلح درونی برسی و دنیای خودت رو کامل و زیبا ببینی. فقط یه هشداری هم کارت‌ها دارن. مراقب باش امروز توی تصمیم‌های ناگهانی عجله نکنی، چون کارت برج همزمان با فرو ریختن میتونه یکم آشفتگی بیاره. قبل از اینکه حرفی بزنی یا کاری کنی، چند لحظه صبر کن. مثلا اگه یهو تصمیم گرفتی از کارت استعفا بدی، اول با یه آدم عاقل مشورت کن. یا اگه خواستی یه قرارداد جدید امضا کنی، حتما بده یه نفر دیگه هم بخونتش.
اگه به فکر سفر یا مهاجرت هستی، اون کوه بزرگ یه مانع قانونی یا اداری سر راهت بوده. مثلا ویزات آماده نمی شده یا یه مدرکی کم داشتی. امروز یه خبر خوب یهویی این مانع رو از بین میبره و راه سفرت باز میشه. این اتفاق شروع یه زندگی جدیده که به یه موفقیت کامل و جهانی ختم میشه. یادت باشه عزیز دلم، اتفاقات غیرمنتظره امروز هر چقدر اولش عجیب به نظر برسن، همشون برای خیر و صلاح تو هستن. مثل یه خونه کلنگی که باید خراب بشه تا جاش یه ساختمون نو و قشنگ ساخته بشه. پس از این تغییرات نترس و با آغوش باز ازشون استقبال کن. راهنمایی کارت‌ها اینه که امروز به جای سرسختی و مقاومت انعطاف پذیر باش و اجازه بده چیزهایی که باید برن از زندگیت خارج بشن تا جا برای اتفاقای خوب باز بشه. و اما حرف آخر، عدد شانس امروزت 9 هست. امروز سعی کن یه کاری رو به سرانجام برسونی، چون 9 عدد تکمیله. مثلا کتابی که نصف خوندی رو تموم کن یا به 9 نفر یه پیام محبت‌آمیز بفرست. رنگ شانس امروزت هم خاکستریه. این رنگ بهت کمک میکنه با آرامش و منطق با تغییرات امروز روبرو بشی. یه لباس خاکستری بپوش یا امروز چند دقیقه به یه آسمون خاکستری نگاه کن و نفس عمیق بکش تا ذهنت آروم بگیره. امیدوارم روز پر از رهایی و شروع‌های قشنگی داشته باشی. برای متولدین عزیز ماه خرداد، کارت‌های لنورماند برج و تازیانه و زن و کارت‌های تاروت درویش و عدالت و ماه رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ عزیز دلم، امروز داستان تو از یه حس تنهایی شروع میشه. کارت برج کنار کارت زن افتاده. انگار توی قلعه بلند و تنها برای خودت ساختی و یکم از بقیه فاصله گرفتی. شاید خودت خواستی اینجوری باشه، شاید هم شرایط اینطوری پیش اومده. ذهنت هم یکم شلوغه، مثل آسمون شب که توش یه ماه قشنگ هست ولی دورش رو مه گرفته و همه چیز واضح نیست. این کارت ماه میگه یه سری چیزا برات گنگ و نامشخصه و شاید یه ترس کوچولو ته دلت باشه. توی روابط عاطفی و احساسیت این فاصله و دوری خودش رو نشون میده. انگار یه بحث و گفتگوی تکراری با شریک عاطفیت داری که هی مثل شلاق کارت تازیانه به روحت ضربه میزنه. وضعیت الان اینه که هر دو طرف یکم از هم دور شدید و حرف هم رو درست نمیفهمید. اما روند تغییرات میگه که این بحث‌ها باعث میشه یه سری حقیقت‌ها روشن بشه. کارت عدالت میگه آخر این گفتگوها هر چیزی که حق باشه مشخص میشه. نتیجه اینه که یا این رابطه به یه درک عمیق‌تر و عادلانه‌تر میرسه یا اگه قرار تموم بشه خیلی منصفانه جدا میشید. مثلا بعد از یه صحبت جدی میفهمید که مشکلتون سر یه سوء تفاهم ساده بوده. یا اگه منتظر برگشت معشوقی هستی، کارت عدالت میگه سرنوشت اون چیزی رو برات رقم میزنه که واقعاً لیاقتش رو داری، نه کمتر و نه بیشتر. پس به جای قصه خوردن یکم به خودت فکر کن. برای ازدواج هم انگار فعلاً یه مکسی افتاده. این برج نشون میده که مسائل رسمی و قانونی مثل خرید خونه یا صحبت با خانواده‌ها یکم کار رو سخت کرده. کارت تازیانه هم میگه سر این مسائل رسمی یه سری بحث و جدل وجود داره. اما نگران نباش، کارت درویش بهت میگه یکم با خودت خلوت کن و ببین واقعاً چی میخوای. وقتی با خودت به صلح برسی و از اون حالت سردرگمی کارت ماه بیرون بیای، کارت عدالت قول میده که همه چیز عادلانه و درست پیش میره و موانع برداشته میشه. توی محیط کارت امروز ممکنه با یه مدیر یا یه مقام بالاتر یه گفتگوی جدی داشته باشی. برج نماد اون مقام بالادسته و تازیانه هم خود گفتگوه که شاید یکم تند و تیز باشه. ممکنه سر یه قرارداد یا یه مسئولیت جدید بحث کنید. وضعیت فعلی یکم تنش‌زاست، اما روندش اینطوریه که تو با فکر و منطق حرفت رو میزنی. کارت عدالت میگه اگه حق با تو باشه حتماً به نتیجه میرسی. مثلا اگه برای افزایش حقوقت صحبت میکنی، تمام مدارک و دلایلت رو آماده کن، چون حرف حساب جواب داره. نتیجهش اینه که جایگاهت محکمتر میشه و دیگران به چشم یه آدم حرفه‌ای و منطقی بهت نگاه میکنن.
از نظر مالی و اقتصادی، کارت عدالت داره صدات میزنه که حواست به حساب و کتاب و قراردادها باشه. اگه میخوای چیزی بخری یا بفروشی، امروز همه چیز رو دقیق چک کن. مثلا اگه میخوای یه گوشی قسطی بخری، حتما همه بندهای قراردادش رو بخون که یه وقت چیزی از زیر دستت در نره. این برج و تازیانه کنار هم میتونه به معنی یه جریمه یا یه بحث سر مسائل مالی با یه اداره دولتی هم باشه. پس حواست به پرداخت به موقع قبض‌ها یا قسط‌هات باشه. نتیجه این دقت اینه که جلوی یه ضرر رو میگیری. توی خانواده ممکنه یه بحثی با یکی از بزرگترها، شاید پدر، پیش بیاد. کارت برج گاهی نماد پدره و تازیانه هم که بحث و گفتگوه. شاید سر یه موضوعی با هم اختلاف نظر داشته باشید. این موضوع شاید تو رو ناراحت کنه و باعث بشه بیشتر توی لاک تنهایی خودت فرو بری. اما راه حلش توی کارت درویش هست. به جای جر و بحث یکم سکوت کن و فکر کن. شاید اون بزرگتر از روی دلسوزی چیزی میگه. آخرش با یه صحبت منطقی همه چیز حل میشه. برای سلامتی کارت تازیانه یه پیام خیلی خوب داره. میگه امروز روز عالیه برای ورزش کردن و فعالیت بدنیه. اون حرکت‌های تکراری ورزشی مثل همین کارت تازیانه به جسم و روحت انرژی میده. مثلا یه پیاده‌روی تند یا چند تا حرکت کششی توی خونه حالت رو خیلی بهتر میکنه. از طرفی کارت درویش میگه به سلامت روانت هم برس. اون حس تنهایی برج رو با مدیتیشن یا گوش دادن به یه موسیقی آروم به یه خلوت دلچسب تبدیل کن. امروز بهتر فکر سفر و مهاجرت رو از سرت بیرون کنی. کارت ماه میگه مسیر یکم نامشخصه و برج و عدالت هم میگن ممکنه با قوانین سفت و سخت و کاغذبازی‌های اداری روبرو بشی که کلافت میکنه. فعلاً بهتر صبر کنی تا این مه کنار بره و راهت روشن‌تر بشه. یه هشدار کوچیکم برات دارم. کارت ماه میگه امروز به هر کسی اعتماد نکن و هر حرفی رو باور نکن. ممکنه بعضی چیزها اونطوری که به نظر میان نباشن. توی گفتگوها و بحثها هم خیلی مراقب حرف زدنت باش، چون کارت عدالت میگه هر حرفی که بزنی مسئولیتش با خودته و نتیجهش رو میبینی. پس قبل از اینکه چیزی بگی چند ثانیه فکر کن. یه اتفاق غیرمنتظره امروز میتونه روشن شدن یه حقیقت پنهان باشه. شاید یه چیزی که مدتها ذهنت رو درگیر کرده بود، یهو علتش رو بفهمی و همه چیز مثل روز برات روشن بشه. این اتفاق مثل نوریه که توی تاریکی کارت ماه میتابه و راه رو بهت نشون میده. و اما بهترین راهنمایی و مشاوره امروز برای تو پیام کارت درویش هست. اون درویش دانا که یه فانوس دستش گرفته خود تویی. امروز به جای اینکه جوابها رو از دیگران بخوای، به درون خودت نگاه کن. فانوس عقل و قلبت رو روشن کن. اون حس تنهایی برج یه فرصت برای اینکه خودت رو بهتر بشناسی. از این هیاهو و بحث‌ها فاصله بگیر، با خودت خلوت کن. مطمئن باش جواب همه سوالات پیش خودته و آخر این داستان عدالت برات اجرا میشه و به آرامش میرسی. عدد شانس امروزت 4 هست. میتونی امروز 4 تا کار کوچیک که دوست داری برای خودت انجام بدی، یا وقتی کلافه شدی 4 بار نفس عمیق بکش تا آروم بشی. رنگ شانس امروزت هم رنگ حلبی یا همون خاکستری روشنه. این رنگ بهت کمک میکنه منطقی و عادلانه فکر کنی. میتونی یه تیکه لباس این رنگی بپوشی یا حتی یه لیوان استیل بذاری روی میز کارت تا انرژیش رو بگیری. روز خوبی داشته باشی عزیز خرداد ماهی. برای متولدین عزیز ماه تیر، کارت‌های لنورمانده، صلیب و ماه و نامه و کارت‌های تاروت ابله و اعتدال رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ سلام به روی ماهت تیر ماهی عزیز و مهربون. بیا بشین کنارم تا برات بگم این کارت‌ها امروز چه قصه‌ای رو زمزمه می‌کنن. قصه امروز تو قصه رها شدن از یک باره. انگار یک کوله پشتی سنگین مدتی روی دوشت بوده، پر از فکر و خیال و قصه هایی که شبها مثل ماه توی آسمون دلت بزرگ و روشن می شدن و خواب رو از چشمات می گرفتن. این همون کارت صلیب و ماه هست که کنار هم نشستن و میگن یه بار عاطفی سنگین روی دوشت بوده. یه چیزی که شاید حتی به خاطرش فداکاری کردی و از خودت گذشتی.
اما امروز قرار نیست این قصه تلخ بمونه. امروز یک نامه، یک خبر، یک پیام برات در راهه. این نامه که کنار صلیب نشسته میگه شاید اولش که این خبر رو میشنوی یا این پیام رو میخونی یکم دلت بگیره. مثل وقتی که منتظر یه تلفن مهمی و وقتی زنگ میخوره اون چیزی نیست که انتظار داشتی. اما عزیز دلم، این پیام بظاهر سخت در واقع کلید آزادی توه. این همون خبریه که لازم داری تا اون کوله پشتی سنگین رو برای همیشه از دوشت بندازی و یه نفس راحت بکشی. توی روابط عاطفی و احساسیت این بار سنگین بیشتر از هر جای دیگه‌ای خودشو نشون داده. شاید منتظر برگشت کسی بودی یا توی رابطه فعلیت احساس خستگی می‌کردی. امروز یه حرفی زده میشه یا یه چیزی میبینی که تکلیفت رو روشن میکنه. شاید اولش ناراحت بشی، اما این همون تلنگریه که لازم داری تا از این بیخبری و انتظار در بیای. بعد از این ماجرا کارت ابله میاد وسط و دستت رو میگیره و میگه پاشو، یه راه تازه جلوی پاته، یه شروع جدید. مثل یه بچه بیخیال و معصوم دلت رو به دریا بزن و اولین قدم رو بردار. این شروع جدید یعنی دیگه به گذشته فکر نکنی و با قلبی باز آماده یه حس تازه باشی. اگه مجردی، این خبر باعث میشه با چشم بازتری به آدمهای جدید نگاه کنی. و اگه توی رابطه هستی، این اتفاق باعث میشه یه فصل جدید و بهتر رو با هم شروع کنید. برای ازدواج هم این کارت ها میگن یه سری نگرانی ها و موانع که مثل صلیب سنگینی میکردن با یه صحبت و یه پیام شفاف برطرف میشن و راه برای یه شروع تازه و شیرین باز میشه. کافیه با شجاعت درونی که کارت قدرت بهت میده حرف دلت رو بزنی و با اعتدال و صبوری که کارت اعتدال میگه اوضاع رو مدیریت کنی. توی مسائل کاری و حرفه‌ای شاید یه پروژه‌ای بوده که خیلی براش زحمت کشیدی اما نتیجهش اونطور که می‌خواستی نشده. امروز یه ایمیل یا یه نامه یا یه جلسه هست که یه خبر سخت بهت میده. مثلا میگن باید فلان قسمت کارت رو کلاً عوض کنی. اولش کلافه میشی، اما همین تغییر اجباری یه در جدید به روت باز میکنه. یه ایده بکر به ذهنت میرسه، یه شروع تازه مثل کارت ابله. اون وقته که باید با صبر و حوصله کارت اعتدال ایده جدید و قدیم رو با هم ترکیب کنی و با نیروی درونی کارت قدرت محکم و با اعتماد به نفس کارت رو جلو ببری. مطمئن باش این تغییر به نفعت تموم میشه و نتیجهش خیلی بهتر از قبل میشه. مثلا یهو مجبور میشی گزارشت رو از نو بنویسی، ولی همین باعث میشه یه نکته خیلی مهم رو پیدا کنی که ترفیع گرفتنت رو حتمی میکنه. از نظر مسائل مالی شاید یه قبض یا یه صورت حساب غیر منتظره یکم نگرانت کنه، اما این نگرانی باعث میشه با یه نگاه جدید به دخل و خرجت نگاه کنی. کارت اعتدال بهت میگه نه خیلی به خودت سخت بگیر و نه ولخرجی کن، تعادل رو پیدا کن. قدرت درونیت هم کمکت میکنه تا روی تصمیمات مالیت بایستی و پسنداز کنی. مطمئن باش یه پول غیر منتظره هم به دستت میرسه که این نگرانی رو کامل برطرف میکنه. مثلا یه بدهی قدیمی بهت برمیگرده. برای سلامتی و تندرستیت اون بار سنگین و فشارهای عصبی که صلیب و ماه نشون میدن باید تموم بشن. خود کارت ها دارن میگن اعصاب خودت رو آروم کن. امروز تصمیم میگیری یه عادت سالم جدید رو شروع کنی. لازم نیست کار سختی باشه. مثلا تصمیم میگیری هر شب 10 دقیقه زودتر بخوابی یا هر روز صبح یه لیوان آب ولرم بخوری. همین کارهای کوچیک با صبر و مداومت و با اراده قوی حال جسمی و روحیت رو زیر و رو میکنه. توی خونه و خانواده یه دلخوری کوچیک که مدتی روی دلت سنگینی میکرده امروز با یه گفتگو حل میشه. شاید حرف زدن در موردش اولش سخت باشه، اما این همون نامه سرنوشت سازه. بعدش یه فضای جدید و صمیمی توی خونه حاکم میشه. با بچه‌ها یا بزرگترها یه راه جدید برای حرف زدن پیدا میکنی و با مهربونی و قدرت درونی رابطه ها رو محکمتر میکنی. حواست باشه که هشدار کارت‌ها اینه که وقتی اون خبر یا حرف سخت رو شنیدی مثل ابله نسنجیده و بدون فکر عمل نکنی. اول با خودت خلوت کن، با صبر و اعتدال فکر کن و بعد با قدرت قلبت تصمیم بگیر.
اگه قصد سفر یا مهاجرت داری، شاید یه خبری برسه که برنامه‌هات رو یکم به هم بریزه، مثلا تاریخ بلیتت عوض میشه. اما این تغییر ناخواسته شروع یه ماجراجویی هیجان انگیزتره. با آغوش باز این تغییر رو بپذیر. یه اتفاق غیرمنتظره هم در راهه که همین پیام یا خبره. یه چیزی که فکرش رو نمی کردی، اما میاد تا تو رو از یه حالت سکون در بیاره و به سمت یه مسیر پر از هیجان هل بده. مشاوره امروز کارتا برای تو اینه تیر ماهی مهربون. از حقیقت حتی اگه تلخ باشه نترس. اون باری که روی دوشته رو با شجاعت زمین بذار. امروز روز شروع‌های جدیده. مثل یه نقاش که بوم سفید جلوشه، امروز فرصت داری یه صفحه جدید از زندگیت رو نقاشی کنی. فقط یادت باشه که توی این راه تازه با صبر و مهربونی قدم بردار و به قدرت درونی خودت ایمان داشته باش. و اما عدد شانس امروز تا 8 هست. امروز 8 تا نفس عمیق بکش و 8 تا از نعمت‌هایی که داری رو توی دلت شکر کن. رنگ شانس امروزت هم یشمیه. یه تیکه لباس یشمی بپوش یا حتی یه لیوان یشمی بذار جلوت و ازش آب بخور. ببین چطور آرامش به وجودت سرازیر میشه. روزت پر از شروع‌های قشنگ و دلت آروم آروم. برای متولدین عزیز ماه مرداد، کارت‌های لنورمانده، تازیانه و مرد و پارک و کارت‌های تاروت اشاق و قدرت و چرخ اقبال رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ سلام عزیز دل مردادی، سلطان قلب‌ها. بشین کنارم تا برات بگم این کارت‌های قشنگ امروز چه قصه‌ای رو زمزمه می‌کنن. امروز انگار یه گفتگوی مهمی در جریانه، یه حرفی که شاید چند وقت هی تکرار میشه و دلت رو مشغول کرده. کارت تازیانه کنار کارت مرد و پارک نشسته. این یعنی یه آقای مهمی تو زندگیت که میتونه شریک عاطفیت باشه، پدرت یا حتی یه همکار. یه حرفی رو توی جمع یا یه محیط عمومی پیش کشیده یا میکشه. این گفتگو مثل یه ورزش فکری میمونه. یکم چالش داره اما قرار نیست کسی رو اذیت کنه. فقط میخواد یه چیزی روشن بشه. حالا بیا ببینیم این قصه تو جنبه‌های مختلف زندگیت چطور پیش میره. تو روابط عاطفی و احساسیت اگه با شریک زندگیت سر یه موضوعی بحث و گفتگوی تکراری داشتین، امروز روز به نتیجه رسیدنه. کارت اشاق میگه یه دوراهی جلوی راهتونه، یه تصمیم مهم که باید با هم بگیرین. اما نگران نباش، کارت قدرت کنارشه. این یعنی تو با صبر و مهربونی، نه با جنگ و دعوا، میتونی این بحث رو مدیریت کنی. قدرت تو توی آرامشت هست. آخر این قصه هم چرخ اقبال میچرخه و همه چیز به نفع هر دوی شما تموم میشه و دلهاتون به هم نزدیکتر میشه. مثلا اگه سر مسائل مالی یا برنامه ریزی برای آینده بحث داشتین، امروز با حرف زدن آروم به یه راه حل مشترک و عالی میرسین. برای اونایی که تنها هستن، امروز توی جمع یا مهمونی یه نفر با ویژگی‌های خاص توجهشون رو جلب میکنه و یه انتخاب شیرین پیش روشون قرار میگیره. اگه هم منتظر برگشت معشوق هستی، امروز یه خبر یا یه تماس غیر منتظره چرخ سرنوشت رو به سمت آشتی میچرخونه. تو مسائل کاری و حرفه‌ای امروز تو محل کارت یه بحث گروهی یا یه جلسه پیش میاد. اون کارت مرد و تازیانه و پارک یعنی یه آقایی تو محیط کار یه بحث جدی رو مطرح میکنه و نظر همه رو میخواد. تو اینجا با کارت قدرت مثل یه قهرمان آروم وارد میشی. با متانت و شجاعت درونیت نظرت رو میگی و همه رو تحت تأثیر قرار میدی. یه تصمیم کاری مهم هم پیش میاد که سرنوشت حرفه‌ای تو رو تغییر میده. چرخ اقبال میگه این تغییر به نفع توه و یه پیشرفت خوب در راهه. مثلا ممکنه توی جلسه مسئولیت یه پروژه جدید رو به تو پیشنهاد بدن که یه انتخاب بزرگه، قبولش کن چون موفقیت تو راهه. یا شاید بین موندن تو کار فعلی و یه پیشنهاد جدید، امروز دلت بهت میگه کدوم راه درسته. از نظر مسائل مالی و اقتصادی، اون گفتگوی تکراری شاید سر پول باشه. اما چرخ اقبال داره با صدای بلند میخنده و میگه یه شانس مالی تو راهه. یه پولی که منتظرش نبودی دستت رو میگیره. شاید یه طلب قدیمی وصول بشه یا یه تخفیف خیلی خوب موقع خرید گیرت بیاد که کلی خوشحالت میکنه.
کارت اشاق هم میگه یه انتخابی برای سرمایه‌گذاری یا خرید یه چیز بزرگ داری. با قدرت درونیت و با فکر تصمیم بگیر، نتیجهش عالیه. در مورد خانواده و فرزندان، اون بحث عمومی میتونه یه گفتگوی خانوادگی باشه. شاید سر تربیت بچه‌ها یا یه تصمیم برای آینده خانواده. نگران نباش، قدرت تو در صبوری و گوش دادن به حرف بقیه است. با آرامش و عشقی که تو وجودته، این گفتگو رو به سمتی میبری که بهترین تصمیم برای همه گرفته بشه و آخرش همه خوشحال و راضی باشن. مثلا اگه سر انتخاب مدرسه برای فرزند دودل هستین، امروز با حرف زدن به یه نتیجه مشترک عالی میرسین. از نظر فردی و روانی، امروز روز پیدا کردن قدرت درونته. اون تازیانه میتونه صدای منتقد درون خودت باشه که هی تکرار میکنه نمیتونی. اما کارت قدرت میگه تو خیلی قوی تر از این حرفایی. امروز با خودت مهربون باش و به خودت اعتماد کن. یه انتخاب مهم برای آرامش روحت انجام میدی. شاید تصمیم بگیری یه کلاس یوگا ثبت نام کنی یا یه کتاب خوب بخونی. این انتخاب چرخ زندگیت رو به سمت حال خوب میچرخونه. حالا بریم سراغ هشدارها و مراقبتها. کارت تازیانه و پارک هشدار میده که تو بحث‌های بی‌نتیجه تو جمع‌ها شرکت نکنی. اگه دیدی یه جایی دارن غیبت میکنن یا بحث‌های الکی راه میندازن، تو با قدرت و آرامی از اون جمع فاصله بگیر. امروز اگه خواستی حرف دلت رو به کسی بزنی، حواست باشه با کلماتت کسی رو زخمی نکنی. با مهربونی حرف بزن تا به دل بشینه. برای سفر و مهاجرت اگه قصدش رو داری، امروز یه تصمیم قطعی میگیری. شاید یه تماس یا یه ایمیل مهم دریافت کنی که چرخ اقبال رو به نفع تو میچرخونه و کارها رو جلو میندازه. این کارت ها میگن یه سفر کوتاه و ناگهانی هم ممکنه پیش بیاد که خیلی به روحیت کمک میکنه. و اما رخدادهای غیرمنتظره، چرخ اقبال خودش پادشاه اتفاقات غیرمنتظره است. منتظر یه خبر خوب باش که اصلاً فکرش رو هم نمی کردی. شاید یه دوست قدیمی یهو بهت زنگ بزنه و کلی خوشحالت کنه، یا یه فرصت عالی که فکر می کردی از دست رفته دوباره سر راهت قرار بگیره. به عنوان مشاوره و راهنمایی، کارت‌ها دارن بهت میگن عزیز مردادی، امروز قدرت تو در انتخابای درست و کنترل خشم با مهربونیه. هر جا به دوراهی رسیدی به صدای قلبت گوش کن. سرنوشت امروز با تو یاره، فقط باید با آرامش و قدرت درونیت سکان کشتی زندگیت رو به دست بگیری. و در آخر عدد شانس امروزت 3 هست. سعی کن امروز 3 کار کوچیک که دوست داری برای خودت انجام بدی، مثلا 3 نفس عمیق بکشی یا به 3 نفر لبخند بزنی. رنگ شانس امروزت هم گلبهی هست. یه لباس یا حتی یه وسیله کوچیک به این رنگ کنار دستت باشه، انرژی لطافت و مهربونی رو برات چند برابر میکنه. روزت پر از عشق و شانس و آرامش باشه، شیر مهربون من. برای متولدین عزیز ماه شهریور، کارت‌های لنورماند زن و کشتی و کوهستان و کارت‌های تاروت ابله و جهان و مرگ رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ جان دلم، شهریوری عزیز، امروز قصه از یک خانم شروع میشه که خود شما باشی یا یک خانم مهم در زندگیات. این خانم کنار یک پنجره ایستاده و به دوردست‌ها نگاه میکنه. یک کشتی بزرگ روی آبهای دوردست منتظره و یک کوه خیلی بزرگ هم جلوی راهش رو گرفته. قصه امروز تو قصه همین خانم، همین کشتی و همین کوهه. در مورد دل و احساساتت، انگار دلتنگ یک سفری، یک شروع دوباره. اگه با کسی در قهر و دوری هستی، این دلتنگی 2 طرفه است. اون کشتی همون معشوق رفته است که خیال برگشتن داره. اما یک کوه بزرگ از غرور، لجبازی یا یک مشکل قدیمی بین شما 2 نفر رو گرفته. کارت ابله میگه یک شروع تازه و بچگانه، مثل روز اول آشنایی لازمه. باید اون کوه مشکلات رو نادیده بگیری و مثل یک بچه بیخیال اولین قدم رو برداری. کارت مرگ میگه این رابطه قدیمی باید بمیره تا یک رابطه جدید و سالم از دلش به دنیا بیاد. پس منتظر باش، چون این دوری تموم میشه و با یک تغییر بزرگ دوباره کنار هم قرار میگیرید. مثلا به جای اینکه منتظر باشی اون زنگ بزنه، تو یک پیام ساده و بی‌منظور بده و حالش رو بپرس، یا یک عکس خاطر انگیز رو بدون هیچ حرفی براش بفرست.
این شروع تازه تو اون کوه یخ رو آب میکنه و کشتی عشق رو به ساحل دلت برمیگردونه. برای اون دسته از شما که به فکر ازدواج هستید، اون کوه بزرگ مانع اصلیه. این مانع شاید یک مشکل مالی باشه، شاید مخالفت یک بزرگتر یا حتی ترس و دودلی خودت باشه. تو جلوی خودت رو گرفتی و سرد شدی. کارت ابله میگه با یک ریسک شیرین این مانع رو دور بزن. سفر با کشتی یعنی حرکت به سمت یک زندگی جدید. باید این دوره انتظار و سختی رو تموم کنی. این کارت مرگ همینو میگه. یعنی دوره مجردی تموم میشه و وارد مرحله جدیدی میشه. در نهایت کارت جهان میگه این مسیر به یک وصلت شیرین و کامل ختم میشه. پس نترس و قدم اول رو بردار. مثلا اگه مشکل مالیه، با شریکت صحبت کن و با هم یک راه حل ساده پیدا کنید، مثل گرفتن یک وام کوچک یا ساده تر برگزار کردن مراسم. توی کار و حرفت هم همین کوه بزرگ جلوی راهته. یک پروژه هست که گیر کرده یا یک مانع برای پیش و رفتت وجود داره. احساس می‌کنی درجا میزنی. اما اون کشتی دوردست یک فرصت شغلی جدیده. شاید یک سفر کاری یا یک پیشنهاد از جای دور. کارت ابله میگه باید جسارت داشته باشی و یک راه جدید رو امتحان کنی، حتی اگه به نظرت احمقانه بیاد. کارت مرگ بهت اطمینان میده که این دوره رکود و سختی تموم میشه و باید با شغل یا موقعیت فعلی که اذیتت میکنه خداحافظی کنی. آخر قصه کارت جهان میگه تو به موفقیت کامل میرسی و از نتیجه کارت راضی خواهی بود. مثلا اگه از کارت خسته شدی، امروز چند تا سایت کاریابی رو چک کن یا یک ایده جدید و خلاقانه رو به رئیست ارائه بده. نترس که مسخرت کنن. از نظر سلامتی، اون کوه بزرگ میتونه یک عادت بد قدیمی باشه که ترکش برات سخته، یا یک احساس سنگینی و خستگی مداوم. باید یک سفر به سمت تندرستی رو شروع کنی. کارت ابله میگه با یک قدم خیلی کوچیک و ساده شروع کن. مثل بچه‌ها، لازم نیست از فردا ورزشکار حرفه‌ای بشی. کارت مرگ میگه باید با سبک زندگی قبلی خداحافظی کنی تا سالمتر باشی. این تغییر در نهایت بهت حس سرزندگی و کامل بودن میده. مثلا امروز به جای نوشابه آب بخور یا شب 10 دقیقه زودتر بخواب. همین کارای کوچیک اون کوه بزرگ بیماری رو جابجا میکنه. توی خانواده هم یک دلخوری یا یک مشکل بزرگ مثل کوه روابط رو سرد کرده. شاید یک زن لجباز توی خانواده این مشکل رو بزرگتر کرده. دلت برای روزهای گرم گذشته تنگ شده. اون کشتی نماد آشتی و دور هم جمع شدنه. کارت ابله میگه یک رفتار غیرمنتظره و ساده این کدورت رو از بین میبره. مثلا بی هوا به اون کسی که دلخوری زنگ بزن و یک خاطره خنده‌دار قدیمی رو تعریف کن. این یعنی پایان دادن به قهر و کینه که همون معنی کارت مرگه. آخرش هم دوباره جمعتون جمع میشه و حس خوب کامل بودن به خانواده برمیگرده. در مورد پول و مسائل اقتصادی، یک بدهی بزرگ یا یک مشکل مالی مثل کوه جلوی راهت ایستاده. اما نگران نباش، چون یک کشتی پر از فرصتهای مالی در راهه. یک پول از راه دور یا یک معامله خوب در پیش داری. کارت ابله میگه باید دل به دریا بزنی و یک ریسک کوچیک بکنی. شاید لازم باشه یک عادت خرج کردن قدیمی رو کنار بذاری. این همون خداحافظی کارت مرگه. در نهایت به یک ثبات مالی خوب میرسی و خیالت راحت میشه. مثلا امروز اگه خواستی چیزی بخری، قیمتش رو از 2-3 جا بپرس. یا اون پولی که کنار گذاشتی رو توی یک کار کوچیک سرمایه گذاری کن. از نظر روحی و فردی، تو خودت اون کوه بزرگ شدی. خودت راه خودت رو بستی و سختگیر شدی. ولی روح ماجراجوی تو مثل کارت ابله میخواد رها بشه و یک سفر تازه رو شروع کنه. کارت مرگ بزرگترین مژده رو بهت میده. این آدم سختگیر و غمگین داره میمیره و یک آدم جدید، شاد و رها از دلش متولد میشه. به زودی به یک آرامش و رضایت درونی کامل میرسی، انگار کل دنیا توی دستات. یک هشداری هم کارت ها بهت میدن. مراقب باش اون کوه غرور یا ترس جلوی حرکت کشتی زندگیت رو نگیره. کارت ابله هم میگه ماجراجو باش ولی بیفکر نباش. قبل از هر شروع تازه‌ای یکم به اطراف نگاه کن.
مثلا قبل از اینکه حرفی رو از روی عصبانیت بزنی تا 10 بشمار. یا اگه خواستی قرارداد مهمی امضا کنی، بده یک دوست قابل اعتماد هم بخونه. یک اتفاق غیرمنتظره هم در راهه. یک پایان ناگهانی و یک شروع جدید. شاید یک دوست قدیمی که سالهاست ازش خبر نداری ناگهان پیداش بشه. یا یک برنامه‌ای که براش خیلی زحمت کشیدی به هم بخوره تا یک فرصت خیلی بهتر جاش رو بگیره. این تغییر شاید اولش مثل کوه سخت به نظر بیاد، اما در نهایت به نفع توئه. راهنمایی امروز کارت‌ها اینه: عزیز دلم، اون چیزی که فکر می‌کنی یک کوه بزرگ و غیرقابل عبوره، فقط یک تپه کوچیکه که با یک قدم شجاعانه میتونی ازش رد بشی. اون آدم قدیمی که پر از ترس و تردید بود رو رها کن و به خود جدیدت سلام کن. سفرت رو شروع کن، مقصد خیلی زیباست. در آخر هم بگم که عدد شانس امروزت 7 هست. امروز سعی کن 7 از چیزهای خوبی که داری رو روی یک کاغذ بنویسی و شکرگزاری کنی. یا 7 دقیقه به یک موسیقی آرامش بخش گوش بده. رنگ شانس امروزت هم سرخ آجریه. اگه امروز یک لباس یا حتی یک وسیله کوچیک به این رنگ داشته باشی، بهت انرژی و جسارت میده تا از اون کوه بزرگ نترسی. میتونی حتی یک لیوان با این رنگ برای خودت بخری و چای عصرت رو با حس خوب در اون بنوشی. روزت پر از اتفاقهای قشنگ، شهر ولی مهربان. برای متولدین عزیز ماه مهر، کارت‌های لنورماند، حلقه و دسته گل و کوهستان و کارت‌های تاروت عرابه و پاپ و چرخ اقبال رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ عزیز دل مهر ماهی، امروز قصه شما قصه یک تعهد و پیمان قشنگه، مثل یک حلقه زیبا که توی دستت میدرخشه و بهت حس امنیت و تعلق میده. کنارش یک دسته گل خوشاب و رنگ هم هست که بوی خوشبختی، شادی و یک هدیه قشنگ از طرف روزگار رو میده. اما انگار یک کوه بزرگ جلوی این راه قشنگ سبز شده. یک مانع، یک دلخوری یا یک تأخیر که دلت رو کمی نگران کرده و باعث شده اون تعهد و اون شادی کمی دور به نظر بیاد. ولی اصلاً نگران نباش، چون تو امروز سوار عرابه پیروزی خودت هستی و با اراده قوی و محکم فرمان زندگیت رو به دست گرفتی تا از این کوه رد بشی. یک راهنمای دانا مثل یک بزرگتر دلسوز یا یک مشاور خوب که همون کارت پاپ ماست کنارت ایستاده و راه رو بهت نشون میده. و از همه مهمتر، چرخ روزگار، یعنی همون چرخ اقبال قصه، امروز به نفع تو میچرخه و یک شانس بزرگ و ناگهانی همه چیز رو به بهترین شکل عوض میکنه. حالا بیا ببینیم این قصه توی زندگی روزمرت چطور دیده میشه. توی روابط عاطفیت، این کوه بزرگ میتونه یک دلخوری یا یک دوری ناخواسته باشه. انگار یک چیزی بین شما فاصله انداخته و اون حلقه قشنگ محبت بینتون رو کمی سرد کرده. اما تو با اراده‌ای که عرابه تاروت بهت داده، تصمیم میگیری این مانع رو برداری. امروز روز نشستن و قصه خوردن نیست، روز حرکته. مثلا به جای قهر کردن و سکوت، خودت پیش قدم میشی و با یک پیام محبت‌آمیز یا یک هدیه کوچیک مثل همون دسته گل قصمون دلش رو به دست میاری. اینطوری چرخ اقبال به نفعت میچرخه و اون دوری و سردی مثل یخ آب میشه. اگه منتظر برگشت معشوقتی، امروز با یک حرکت از سمت تو راه برای بازگشتش هموار میشه. مثلا یک عکس خاطره آمیز مشترک رو براش بفرست و ببین چطور اون کوه غرور میشکنه. برای اون دسته از شما که به ازدواج فکر میکنن، این کوه میتونه مخالفت یک بزرگتر یا یک مشکل مالی باشه که راه رو بسته. کارت پاپ میگه راه حل اینه که از راه درست و سنتی وارد بشی. با بزرگترها صحبت کن و ازشون راهنمایی بخواه. اراده قوی تو و راهنمایی اونها این کوه رو جابجا میکنه. یک اتفاق خوب و غیر منتظره که همون چرخ اقبال گره رو باز میکنه. مثلا یک نفر واسطه میشه و رضایت خانواده رو میگیره، یا یک پولی از جایی که فکرش رو هم نمی‌کنی جور میشه و مشکل حل میشه و اون حلقه تعهد به دستت میرسه. توی مسائل کاری و حرفه‌ای یک قرارداد خوب یا یک موقعیت عالی مثل همون حلقه و دسته گل جلوی راهته.
اما یک مانع بزرگ، مثلا یک مدیر سختگیر یا یک قانون دست و پاگیر جلوش رو گرفته. تو باید با اراده و مصمم باشی، مثل راننده اون عرابه. کوتاه نیا. کارت پاپ میگه از قوانین و ساختار موجود به نفع خودت استفاده کن. مثلا به جای بحث بی‌نتیجه، درخواستت رو کتبی و رسمی ارائه بده. یک تغییر ناگهانی به لطف چرخ اقبال همه چیز رو به نفع تو میکنه. شاید اون مدیر جابجا بشه یا یک قانون جدید بیاد که به سود تو باشه. خیالت راحت، اون قرارداد خوب بسته میشه و موفقیت شیرینی نصیبت میشه. از نظر سلامتی، اگه یکم بحثاف کسالت و سنگینی میکنی، این همون کوه قصه ماست که انرژیت رو گرفته. عرابه میگه باید حرکت کنی، ننشین یک جا. یک پیاده روی ساده یا شروع یک ورزش سبک اراده تو برای بهتر شدنه. پاپ هم میگه به حرف یک متخصص یا یک دکتر خوب گوش بده. راهنمایی اون چراغ راهته. چرخ اقبال میگه خیلی زود این حالت سنگینی برداشته میشه و دوباره مثل اون دسته گل شاداب و سرزنده میشی. توی خانواده و بین عزیزانت ممکنه یک سوء تفاهم کوچیک مثل یک کوه بینتون فاصله انداخته باشه و اون صمیمیت و حلقه محبت رو کمرنگ کرده. تو با اراده خودت میتونی این مشکل رو حل کنی. مثلا به جای اینکه منتظر باشی بقیه پیش قدم بشن، خودت زنگ بزن و حالشون رو بپرس. یا بچه‌ها رو جمع کن و یک عصرونه ساده دور هم باشین. این حرکت کوچیک تو اون کوه یخ رو آب میکنه و دوباره شادی و لبخند مثل یک دسته گل زیبا به جملتون برمیگرده. از نظر مالی، یک پول یا یک معامله خوب مثل وامی که منتظرشی یا طلبی که وصول نشده انگار توی یک مانع گیر کرده. باید خودت حرکت کنی و پیگیر باشی. زنگ بزن، حضوری برو. کارت پاپ میگه از راه قانونی و درستش جلو برو. یک شانس خوب به لطف چرخ اقبال در خونتو میزنه. مثلا یک دفعه کار وامت جور میشه یا اون کسی که بهت بدهکاره خودش تماس میگیره و بدهیش رو میده. این گره مالی امروز حتما باز میشه. از نظر فردی و روانی شاید حس میکنی تو یک دایره تکراری خسته کننده گیر کردی و یک کوه از افکار منفی جلوی راه شادیت رو گرفته. عرابه میگه کنترل افکارت رو به دست بگیر، نذار اونها تو رو هدایت کنن. پاپ هم میگه از یک کتاب خوب یا یک دوست دانا کمک بگیر تا راه درست رو پیدا کنی. چرخ اقبال یعنی یک تغییر دیدگاه ناگهانیه. یک دفعه یک چیزی رو میفهمی که حالت رو خوب میکنه. اون کوه غم از دلت میره کنار و دوباره احساس شادی و تراوت اون دسته گل رو پیدا میکنی. قصه امروز یک هشدار کوچیک هم داره. اون کوه سر راهت رو دست کم نگیر. اگه یک قرارداد یا تعهدی قرار امضا کنی، عجله نکن، چون کوه یعنی ممکنه یک مشکل پنهان توش باشه. حتما بده یک نفر کاربلد هم نگاهش کنه. اینطوری با آگاهی و اراده جلو میری و به مشکل نمیخوری. اگه قصد سفر داری، کوهستان میگه ممکنه یک تأخیر کوچیک تو برنامت پیش بیاد. اما عرابه کارت سفر و حرکته، پس این سفر انجام میشه، فقط کمی صبر و پیگیری میخواد. چرخ اقبال هم میگه این سفر پر از اتفاقات خوب و غیر منتظره خواهد بود، پس چمدونت رو ببند که یک سفر عالی در پیشه. و راهنمایی امروز کارتخواه اینه: عزیز دل مهرماهی، امروز روز حرکت و اراده است. منتظر نشین که کوه‌ها خود به خود جابجا بشن. تو قدرت عرابه رو داری. از عقل و تجربه دیگران استفاده کن و با ایمان به اینکه چرخ روزگار به نفع تو میچرخه، قدم اول رو بردار. اون حلقه خوشبختی و اون دسته گل شادی اون طرف کوه منتظر توه. عدد شانس امروز تو 2 هست. این یعنی امروز تو تنها نیستی و یک همراه یا یک کمک کننده کنارته. مثلا وقتی میخوای یک تصمیم بگیری، حتما با یک نفر دوم هم مشورت کن. رنگ شانست هم سبز نعناییه، یک رنگ آروم و پر از تراوت و تازگی. امروز سعی کن یک چیزی به این رنگ تنت کنی یا حتی یک لیوان شربت نعنای خنک برای خودت درست کن تا آرامش به وجودت بیاد. برای متولدین عزیز ماه آبان، کارت‌های لنورماند سوارکار و مار و ماه و کارت‌های تاروت امپراتور و درویش و ماه رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟
عزیز دلم، قصه امروز تو یکم پیچیده است، اما آخرش روشنه. انگار یه مدتیه که توی خودت فرو رفتی، مثل اون درویش توی کارت‌ها که فانوس دستش گرفته و داره توی تاریکی دنباله یه جوابی میگرده. یه چیزهایی توی دل و ذهنت مه گرفته و مبهمه، مثل نور کمسوی ماه توی شب که همه چیز رو سایه‌دار نشون میده. اما نگران نباش، این تنهایی و فکر و خیالها داره به نتیجه میرسه. توی همین حال و هوا یه خبر تازه‌ای در راهه. سوارکار قصه ما داره با سرعت به سمتت میاد. اگه دلت میشه کسی گیره و یه مدت ازش بیخبری یا رابطتون یکم سرد شده، منتظر یه پیام یا یه تماس باش. این خبر اما صاف و پوست کنده به دستت نمیرسه. یکم پیچیدگی داره. انگار از طرف یه خانوم میاد یا یه خانومی واسطه این خبر میشه. این خانوم مثل اون مار توی کارت‌ها هم میتونه نشونه عقل و درایت باشه و هم یکم پیچیدگی و حتی حسادت. مثلا ممکنه دوست صمیمی معشوقت بهت زنگ بزنه و بگه فلانی دلش برات تنگ شده ولی روش نمیشه مستقیم بگه. یا یه پیام غیر مستقیم توی شبکه‌های اجتماعی ازش ببینی که معلوم مخاطبش تویی ولی مستقیم نگفته. این خبر اولش یکم گیجت میکنه، چون تو هنوز توی اون حال و هوای درویشی و تنهایی خودت هستی و داری همه چیز رو سبک سنگین میکنی. اما همین پیام باعث میشه از اون لاک تنهایی بیای بیرون و مثل امپراتور قصه محکم و با اقتدار تصمیم بگیری که میخوای این رابطه رو سر و سامون بدی. پس از ابهام نترس، اون دلتنگی ها تموم میشه و یه آشتی شیرین و یه دیدار دوباره است. برای اونهایی هم که دنبال ازدواج هستن، این کارت ها میگن که یه دوره ای از فکر و خیال و تردید تموم میشه. اون دودلی هایی که مثل مه جلوی چشمت رو گرفته بود کنار میره. یه خواستگار یا یه آشنایی جدید از راه میرسه که خیلی آدم مصمم و با برنامه‌ایه، درست مثل اون امپراتور قدرتمند. اما برای شناختنش باید به حس درونیت و اون عقلی که از تنهایی‌هات به دست آوردی، یعنی همون درویش وجودت، اعتماد کنی. یه خانومی توی خانواده، مثلا مادرت یا خواهرت، مثل یه راهنمای دانا بهت کمک میکنه تا این آدم رو بهتر بشناسی و تصمیم درستی بگیری. سر کارت هم یه خبرهایی هست. یه خبر خوب میشنوی که باعث آرامش ذهنی و حس موفقیتت میشه. اما شاید مستقیم از مدیرت نشنوی. مثلا از همکارت میشنوی که مدیرتون خیلی از کارت راضیه و میخواد یه مسئولیت جدید و مهم بهت بده. تو این مدت خیلی تنها و سخت کار کردی و حالا وقتشه که مثل یه امپراتور نتیجه زحماتت رو ببینی و جایگاهت رو محکم کنی. یه فرصت شغلی جدید هم از طرف یه خانم با تجربه بهت پیشنهاد میشه که باید با دقت بررسیش کنی و منطقی تصمیم بگیری. از نظر مالی یکم نگرانی و ابهام داشتی، انگار نمیدونستی پولت رو باید چیکار کنی. کارت ماه این ترس‌های پنهانی رو نشون میده. اما یه خبر مالی خود بهت میرسه که از یه راه غیر منتظره است. مثلا یه طلبی که فکر نمی‌کردی به این زودی‌ها وصول بشه به دستت میرسه، یا یه پولی که جایی سپرده بودی یهو سود خوبی میده. اینجا باید مثل امپراتور خیلی با برنامه و منطقی عمل کنی. پول رو که گرفتی فوراً خرجش نکن. یکم با خودت خلوت کن و برای آینده‌ات یه نقشه درست و حسابی بکش. توی خانواده ممکنه یه سوء تفاهم کوچیک پیش اومده باشه که باعث شده یکم از هم دلخور باشین. کارت ماه این دلخوری‌ها و ابهامات رو نشون میده. اما یه خبر خوش از راه میرسه و این کدورت‌ها رو برطرف میکنه. ممکنه یه بزرگتر فامیل که یه خانم دانا و خوش صحبته پادرمیونی کنه و همه چیز رو حل کنه. تو هم با اقتدار و محبتی که داری اوضاع رو مدیریت میکنی و آرامش رو به خونه برمیگردونی. از نظر سلامتی یکم نگرانی‌های ذهنی داشتی، ترس‌های بی‌دلیل و استرس مثل سایه‌هایی که ماه روی زمین میندازه اذیتت می‌کرد. خبر خوب اینه که این حالت‌های روحی داره تموم میشه. سوارکار کنار ماه یعنی شفای ذهنی. یه پیام خوب یا یه اتفاق خوشایند حالت رو از این رو به اون رو میکنه. برای جسمت هم اگه یه ناراحتی کوچیک داشتی، با راهنمایی یه خانم دکتر خوب یا استفاده از داروهای گیاهی به زودی حال بهتری پیدا می‌کنی. حالا یه هشدار کوچولو هم برات دارم.
اون مار توی کارت ها بهت میگه امروز حواست به حرفهایی که میشنوی خیلی جمع باشه. همه چیز اونطوری که به نظر میاد نیست. یکم ابهام و پیچیدگی وجود داره. قبل از اینکه هر تصمیمی بگیری مثل اون درویش خوب فکر کن و تحقیق کن. زود به کسی اعتماد نکن، مخصوصاً اگه یه خانومی با حرفای چرب و نرم سراغت اومد. منطق امپراتور رو به کار بگیر و احساساتی عمل نکن. مثلا اگه کسی اومد گفت بیا این ماشین رو بخر که عالیه، حتما قیمتش رو چند جای دیگه هم بپرس اگه قصد سفر داری. یه خبر خوب در این مورد به دستت میرسه. ممکنه مقدمات سفرت جور بشه. این سفر اولش یکم با دلهوره و ابهام همراهه، اما در نهایت بهت کمک میکنه تا خودت رو بهتر بشناسی و به آرامش درونی برسی. یه گشت و گذار شبانه هم خیلی حالتت رو خوب میکنه. امروز منتظر یه اتفاق غیر منتظره باش. یه مهمون کنجکاو و پر انرژی یهویی پیداش میشه و یه خبری برات میاره که ذهنت رو مشغول میکنه. این خبر باعث میشه از اون لاک تنهایی و فکر و خیال بیرون بیای و مجبور بشی یه تصمیم مهم و قاطع بگیری. و در آخر راهنمایی کارت ها برای تو اینه: عزیز دلم، از تنهایی و فکر کردن نترس. گاهی وقتا لازمه مثل اون درویش فانوس به دست بگیری و توی تاریکی درون خودت دنبال جواب بگردی. به حس ششمت اعتماد کن، اما اجازه نده ترس‌ها و توهم‌ها جلوی راهت رو بگیرن. وقتی جواب رو پیدا کردی، مثل امپراتور محکم و با اراده قدم ببر و دنیای خودت رو بساز. از آدم‌های دانا و با تجربه، مخصوصاً خانوم‌های عاقل زندگیت کمک بگیر و به خبرهای خوبی که در راهه خوشبین باش. راستی، عدد شانس امروز تو 6 هست. امروز سعی کن توی کارهات یه هماهنگی و تعادل مثل عدد 6 ایجاد کنی. اگه خواستی به کسی هدیه بدی، 6 شاخه گل زیبا بهترین انتخابه. رنگ شانس امروزت هم طلاییه. یه تیکه طلای کوچیک همراهت داشته باش تا انرژی مثبت و موفقیت رو جذب کنی، یا حتی میتونی یه لباس با رگه‌های طلایی بپوشی تا مثل خورشید بدرخشی. برای متولدین عزیز ماه آذر، کارت‌های لنورمانده، روباه و صلیب و مرد و کارت‌های تاروت ابله و ستاره و ملکه رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ دلنشین من، قصه امروز تو قشنگه. انگار یه بار سنگینی روی دوشت بوده. یه چیزی مثل یه کار سخت یا شاید یه دلخوری که مثل کارت صلیب سنگینی می‌کرده. این سنگینی از یه هوش و ذکاوتی میاد که درست ازش استفاده نشده، مثل کارت روباه. شاید یه حرفی زده شده که نباید زده میشد، یا یه کاری با زرنگی بیش از حد پیش رفته و حالا مثل یه گره افتاده وسط زندگیت. این ماجرا حتماً به یک مرد، شاید خودت یا یه مرد مهم تو زندگیت ربط داره. اما نگران نباش، چون قصه اینجوری تموم نمیشه. کارت‌های تاروت مثل یه فرشته نجات از راه رسیدن. کارت ابله میگه وقتشه یه نفس عمیق بکشی و مثل یه بچه بدون ترس از گذشته یه قدم تازه برداری. یه شروع جدید، یه راه نو. پشت سرشم کارت ستاره مثل یه چراغ روشن تو آسمون تاریک بهت امید و آرامش میده و میگه تو این راه جدید تنها نیستی و راه رو پیدا میکنی. آخر قصه هم به کارت زیبای ملکه میرسیم که یعنی سرسبزی، فراوانی و آرامش. یعنی هرچی بکاری به بهترین شکل رشد میکنه و نتیجه میده. حالا بیا ببینیم این قصه تو جنبه‌های مختلف زندگیت چطور تعریف میشه. تو روابط عاطفیت اگه با عشقت یه بحثی داشتی یا یه سوء تفاهمی پیش اومده که مثل یه دیوار بینتون قرار گرفته، امروز اون دیوار فرو میریزه. اون زرنگی یا حرف نابجایی که مثل روباه اومده بود وسط، سنگینیش رو از روی قلبتون بر می داره. تو قراره با یه حرکت ساده و از ته دل مثل کارت ابله یه شروع دوباره به رابطت بدی. مثلا به جای بحث کردن یه شاخه گل براش میخری یا یه پیام ساده دلم برات تنگ شده میفرستی. این کار ساده مثل کارت ستاره امید رو به رابطتون بر میگردونه و آخرش رابطتون از قبل هم گرم
آرامتر و عاشقانه تر میشه، پر از حس خوب و امنیت، درست مثل آغوش ملکه. اگه هم منتظر برگشت کسی هستی، اون بار سنگین جدایی که به خاطر یه اشتباه یا دروغ بوده، امروز سبکتر میشه. یه قدم کوچیک و بی‌پروا از سمت تو یا اون راه رو برای امید و یه آینده قشنگ باز میکنه. برای اونایی که به فکر ازدواج هستن، اگه یه مانع سخت یا یه مشکل قدیمی جلوی راهتون رو گرفته بود، امروز اون مانع برداشته میشه. شاید یه مردی تو خانواده مخالف بود یا یه مشکل مالی مثل یه صلیب جلوی پاتون بود. امروز با یه فکر نو و یه ریسک کوچک همه چیز تغییر میکنه. انگار یه نوری به دلتون میتابه که راه حل رو نشونتون میده و مسیرتون برای ساختن یه زندگی پر از برکت و عشق هموار میشه. تو مسائل کاری و حرفه‌ای اگه احساس میکنی یه همکار یا مدیر باهوش داره برات دردسر درست میکنه یا یه پروژه سخت رو دوشت افتاده که حسابی خستت کرده، امروز ورق برمیگرده. تو با یه ایده خلاقانه و جدید که شاید اولش به نظرت بچگانه بیاد، همه رو غافلگیر میکنی. این ایده مثل یه ستاره دنباله‌دار توجه‌ها رو به سمت تو جلب میکنه و نتیجهش میشه رشد و پیش و رفوت و به ثمر نشستن زحمت‌هات. مثلا تو جلسه به جای ارائه رسمی یه راه حل خیلی ساده و خودمونی پیشنهاد میدی که همه استقبال میکنن، یا یه کار سخت رو با یه روش کاملا جدید انجام میدی که زمان رو نصف میکنه. از نظر سلامتی و تندرستی، اگه یه درد کهنه یا یه نگرانی رو مثل یه بار سنگین با خودت اینور و اونور میبری، وقتش رهاش کنی. امروز با یه کار ساده شروع کن. مثلا تصمیم بگیر به جای نوشابه آب بخوری یا 10 دقیقه زودتر از خواب بیدار شی و چند تا نفس عمیق بکشی. همین شروع کوچک امید به بهبودی رو تو دلت زنده میکنه و بدنت به این عشق و توجه بهترین جواب رو میده و احساس شادابی و سرزندگی میکنی. تو خونه و خانواده اگه یه کدورتی پیش اومده، شاید به خاطر یه حرف نسنجیده، امروز روز آشتیه. لازم نیست کار بزرگی بکنی. یه لبخند، یه چای ریختن برای پدر یا مادر یا بغل کردن فرزندت بدون هیچ دلیلی، اون فضای سنگین رو از بین میبره و خونه دوباره گرم و پر از عشق میشه. این حرکت‌های کوچیک نور امید رو به خونه برمیگردونه. تو مسائل مالی و اقتصادی اگه یه اشتباه مالی کردی یا یه بدهی ذهنت رو درگیر کرده، امروز یه راه حل غیر منتظره پیدا می‌کنی. شاید یه پول کمی دستت بیاد که اصلاً انتظارش رو نداشتی، مثل یه طلب قدیمی وصول میشه یا یه دوست یه هدیه بهت میده. این پول شاید کم باشه، اما مثل یه جرقه امید رو تو دلت روشن میکنه و بهت نشون میده که اوضاع رو به بهبودی میره و به زودی به فراوانی و آسایش مالی میرسی. از نظر فردی و روانی، اون باری که روی روحت سنگینی میکنه، اون دروغی که شاید به خودت گفتی که من نمیتونم، امروز از بین میره. به خودت اجازه بده مثل یک کودک بدون قضاوت خودت رو دوست داشته باش. جلوی آینه به خودت لبخند بزن. این کار ساده آرامش عمیقی بهت میده و باعث میشه خود واقعیت رو با تمام زیبایی‌هاش ببینی. یه هشداری هم کارت‌ها برات دارن. امروز حواست به آدم‌های خیلی زیرک و زبون باز باشه. اگه مردی بهت یه پیشنهادی داد که خیلی عالی به نظر میرسید، حتما قبلش با 2 نفر مشورت کن. اگه خواستی چیزی امضا کنی، بده یه نفر دیگه هم برات بخونه. اون بار سنگین اشتباه از همین بی‌دقتی‌های کوچیک شروع میشه. پس امروز فقط کمی بیشتر چشمهات رو باز کن. اگه به فکر سفر یا مهاجرت هستی و یه مشکلی مثل آماده نشدن مدارک یا یه مانع اداری جلوت رو گرفته، امروز یه راه جدید و غیر منتظره برات باز میشه. یه قدم جسورانه برو، مثلاً به یه اداره دیگه سر بزن یا از یه دوست غیر منتظره کمک بخواه. یه خبری بهت میرسه که راه رو برات هموار میکنه و این سفر برات پر از خیر و برکت خواهد بود. منتظر یه اتفاق غیر منتظره هم باش، یه شروع کاملا جدید بعد از حل شدن یه مشکل قدیمی، شاید یه تماس تلفنی که مسیر روزت رو عوض میکنه یا دیدن یه دوست قدیمی که یه فرصت تازه پیش پات میذاره. راهنمایی و مشاوره امروز کارت‌ها اینه: عزیز دلم، اون بار سنگین رو زمین بذار، لازم نیست همیشه قوی باشی. گاهی باید مثل کارت ابله رها کنی و به دل ماجرا بزنی. به قلب تو و به اون نور امیدی که ته دلت روشنه اعتماد کن.
مسیرت به سمت رشد، زیبایی و آرامشه. نگران اون روباه هیلگر هم نباش، چون صداقت و سادگی تو هر نیرنگی رو شکست میده. و اما عدد شانس امروزت 1 هست. امروز برای شروع یک کار جدید، حتی یک کار کوچیک، بهترین روزه. فقط روی یک هدف مهم تمرکز کن تا به نتیجه برسی. رنگ شانس امروزت هم مشکیه. امروز رنگ مشکی بهت قدرت و جدیت میده. اگه یه تصمیم مهم باید بگیری، یه لباس یا وسیله مشکی همراهت باشه تا تمرکزت بیشتر بشه. روزت پر از شروعهای زیبا و دلنشین باشه. برای متولدین عزیز ماه دی، کارت‌های لنورمانده، تازیانه و داس و لنگر و کارت‌های تاروت اعتدال و امراتور و اشاق رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه. عزیز دل دی ماهی من، امروز قصه تو قصه یک تصمیم بزرگه. انگار یه چیزی هست که مدتیه مثل یک بحث تکراری یا یک عادت قدیمی تو زندگیت لنگر انداخته و هی داره تکرار میشه. این کارت تازیانه کنار لنگر همینو میگه. یک جور دلخوری یا یک گفتگوی ناتموم که توی محل کارت یا توی یک رابطه بلند مدت هی داره مثل یک زخم کهنه سرباز میکنه. اما امروز یک اتفاق ناگهانی مثل یک درخشش برق آسا با کارت داس از راه میرسه. این داس اومده تا این چرخه تکراری رو قطع کنه. شاید اولش یکم تند و تیز به نظر بیاد، حتی شاید شبیه یک دعوای یهویی یا یک خبر غیر منتظره باشه، اما باور کن برای رها شدن تو لازمه. در مورد دل و احساساتت، اگه با کسی توی رابطه هستی، اون بحث‌های همیشگی که انگار هیچ وقت تموم نمیشن، امروز به یه نقطه اوج میرسن. یک حرف یا یک اتفاق ناگهانی باعث میشه دیگه نشه ازش فرار کرد. اینجاست که کارت اشاق میاد وسط و میگه باید یک انتخاب اساسی انجام بدی. این انتخاب با کمک کارت امپراتور باید از روی عقل و منطق باشه، نه فقط احساسات لحظه‌ای. یعنی باید مثل یک پادشاه عاقل برای سرزمین قلبت تصمیم بگیری. اگه این رابطه ارزشش رو داره، باید با قدرت یک ساختار جدید براش بسازی و قوانین تازه‌ای بذاری. مثلا به جای دعوای همیشگی سر دیر جواب دادن پیام، خیلی محکم و آروم میشینید و با هم قرار میذارید که روزی یک بار در یک ساعت مشخص با هم با آرامش حرف بزنید. اگر هم رابطت تموم شده و منتظر برگشت معشوقت هستی، کارت‌ها میگن اون بحث‌های قدیمی هنوز حل نشده و برگشتن به اون شرایط فقط تکرار همون داستانه. این داس اومده که بگه گذشته رو درو کن و ببر بریز دور تا جای خالی برای یک اتفاق نو باز بشه. برگشت فقط زمانی ممکنه که هر دو طرف با قدرت امپراتور شخصیت جدیدی از خودشون بسازن و با تعادل کامل، یعنی با کارت اعتدال، قدمای تازه بردارن. برای کسانی که به فکر ازدواج هستن، این کارت ها میگن یک تصمیم جدی در پیش داری. شاید لازم باشه یک بحث طولانی رو با خانواده یا طرف مقابلت برای همیشه تموم کنی. مثلا اگر مدتی سر محل زندگی یا مسائل مالی اختلاف نظر دارید، امروز وقتشه که خیلی قاطعانه و منطقی حرف نهایی رو بزنید و با پیدا کردن یک راه حل میانه و متعادل تکلیفتون رو روشن کنید. توی مسائل کاری و حرفه‌ای، اون کارت تازیانه و لنگر خیلی واضح دارن از یک محیط کار پر از بحث و تنش مداوم حرف میزنن. شاید با یک همکار یا مدیر سر یک موضوع تکراری همیشه اختلاف داری. امروز کارت داس میگه یا یک دفعه این همکاری قطع میشه یا یک مذاکره خیلی جدی و نهایی پیش میاد که به این درگیری ها پایان میده. نترس، این پایان به نفع توه. کارت امپراتور بهت قدرت میده که کنترل اوضاع رو دستت بگیری. خیلی محکم و با برنامه حرفت رو بزن و شرایط جدیدی رو تعیین کن. کارت اعتدال هم میگه صبور باش و با آرامش این تغییرات رو مدیریت کن تا به ثبات برسی. مثلا اگر از حجم کار زیاد و بی برنامه خسته شدی، امروز خیلی قاطع با مدیرت صحبت میکنی و یک برنامه کاری منظم و جدید برای خودت میچینی. یا اگر با همکاری مشکل داری، خیلی شفاف و مستقیم مشکلت رو میگی تا برای همیشه حل بشه.
از نظر سلامتی و تندرستی، تازیانه میگه یک عادت بد تکراری یا یک درد مزمن هست که بهش بی‌توجهی کردی. امروز داس مثل یک زنگ خطر عمل میکنه. شاید یک دفعه دردت بیشتر بشه یا یک نتیجه آزمایش تو رو به خودت بیاره. این اتفاق برای اینه که دیگه این موضوع رو پشت گوش نندازی. باید مثل یک امپراتور برای سلامتیت قانون بذاری. مثلا اگر همیشه دندون درد خفیفی داشتی و امروز شدید شده، همین امروز وقت دکتر میگیری و کار رو تموم میکنی. یا اگر همیشه بدخوابی، تصمیم میگیری یک برنامه خواب منظم برای خودت بچینی و بهش پایبند باشی. کارت اعتدال هم میگه با خودت مهربون باش و برای رسیدن به تعادل جسمی و روحی قدمای آروم ولی پیوسته بردار. در مورد خانواده و بچه‌ها یک بحث قدیمی و تکراری امروز دوباره مطرح میشه، اما این بار با شدتی که همه رو مجبور به پیدا کردن راه حل نهایی میکنه. تو به عنوان یک دیماهی مدیر و مدبر با قدرت کارت امپراتور باید نظم رو برقرار کنی. شاید لازم باشه یک قانون محکم در خانه بذاری، اما یادت باشه که این قانون با عشق و تعادل کارت اعتدال همراه باشه تا دلخوری پیش نیاد. از نظر مالی، یک هزینه یا بدهی تکراری هست که مدام بهت فشار میاره. امروز یک دفعه تصمیم میگیری این بدهی رو هر طور شده تسویه کنی یا اون هزینه اضافی رو برای همیشه از زندگیت حذف کنی. این کار مثل جراحی میمونه. شاید اولش سخت باشه، اما بعدش به آرامش فوق‌العاده‌ای میرسی. مثلا اشتراک یک سرویسی که استفاده نمی‌کنی رو بالاخره لغو می‌کنی یا یک وام کوچیک رو یکجا پرداخت می‌کنی تا از فکرش راحت بشی. از نظر فردی و روانی، اون صدای سرزنشگر درونت که هی تکرار میشه، امروز با یک تلنگر محکم ساکت میشه. به خودت میای و میبینی چقدر داشتی به خودت سخت میگرفتی. کارت عشاق میگه باید انتخاب کنی که با خودت در صلح باشی. با کمک اعتدال بین منطق و احساست تعادل برقرار میکنی و با قدرت امپراتور افسار افکارت رو به دست میگیری. هشدار امروز اینه که مراقب بحث‌های ناگهانی و حرف‌های تند و تیز باشی. داس و تازیانه کنار هم میتونن باعث دلخوری‌های شدید بشن. قبل از اینکه حرفی بزنی تا 10 بشمار. مخصوصاً توی محیط کار سعی کن وارد جر و بحث نشی. اگه کسی خواست قراردادی جلوت بذاره، حتماً بده یک نفر دیگه هم بخونه. برای سفر و مهاجرت، اگه مدتی توی تردید و کشمکش بودی، امروز یک خبر یا یک اتفاق باعث میشه تصمیم نهایی رو بگیری. این تصمیم خیلی قاطعانه خواهد بود و راه برگشتی نداره، اما مسیرت رو روشن میکنه. یک اتفاق غیر منتظره در راهه که شبیه یک بریدگی سریع عمل میکنه. این اتفاق یک رابطه کاری یا یک وضعیت فرسایشی رو تموم میکنه و تو رو آزاد میکنه. اولش شاید شوکه بشی، اما بعدش میبینی چقدر به نفع تو بوده. و در آخر راهنمایی و مشاوره کارت ها اینه: عزیز من، از تکرار چیزهایی که آزارت میدن خسته شدی. امروز شجاعت این رو داری که با یک حرکت قاطع اونها رو از زندگیت حذف کنی. کنترل اوضاع رو به دست بگیر، یک تصمیم مهم از روی عقل و قلبت بگیر و با صبر و حوصله تعادل رو به زندگیت برگردون. امروز روز پایان دادن به کشمکش‌ها و شروع یک فصل جدید و باثباته. عدد شانس امروزت 5. امروز 5مین نفری که بهت زنگ میزنه یک خبر خوب برات داره. یا مثلا میتونی یک تغییر کوچیک رو توی 5 تا از عادتهای روزانت ایجاد کنی. رنگ شانس امروزت نقره‌ایه. یک وسیله نقره‌ای مثل انگشتر یا خودکار همراهت باشه تا انرژی‌های مثبت رو جذب کنی. این رنگ بهت کمک میکنه با آرامش و تعادل تصمیم‌های مهم امروزت رو بگیری. روزت پر از آرامش و تصمیم‌های درست باشه. برای متولدین عزیز ماه بهمن، کارت‌های لنورماند تازیانه و دسته گل و سگ و کارت‌های تاروت خورشید و اشاق و چرخ اقبال رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ عزیز دلم، امروز قصه از یک گفتگو شروع میشه، یه حرفی که شاید اولش یکم تند و تیز به نظر بیاد، مثل صدای تازیانه که توی هوا میپیچه. اما نترس، این تازیانه برای زدن نیست، برای بیدار کردنه.
یه بحث کوچیک و ساده، شاید با یک دوست خیلی عزیز و وفادار که کارت سگ نشونش میده یا با یک خانم مهربون که دسته گل نماد اونه، امروز اتفاق میفته. این گفتگو مثل یه تلنگر میمونه که باعث میشه یه سری چیزها رو دوباره ببینی و بهشون فکر کنی. بذار برات بگم این قصه توی زندگی امروزت چطور خودش رو نشون میده. توی روابط عاطفیت اگه با شریک زندگیت یه دلخوری کوچیک داری، امروز همون روزیه که این دلخوری با یه صحبت صریح و روشن حل میشه. شاید اولش یکم بحث کنید، اما تهش مثل یه دسته گل همه چیز قشنگ و شیرین میشه. کارت اشاق میگه این گفتگو شما رو به یک انتخاب مهم میرسونه، انتخاب عشق بیشتر و درک عمیق‌تر. و اگه منتظر برگشت کسی هستی، امروز چرخ اقبال به نفع تو میچرخه و با یه پیام یا تماس غیر منتظره اون شخص قدمی به سمتت برمیداره. این گفتگوی دوباره مثل نور خورشید به رابطه سرد شده‌تون گرما میده. برای اونایی که به فکر ازدواج هستن، این بحث کوچولو میتونه با خانواده یا خود شخص مورد نظرشون باشه، سر یه موضوع جزئی مثل تاریخ مراسم یا یه خرید ساده. اما همین صحبت باعث میشه بفهمید چقدر برای هم ارزش قائلید. کارت اشاق میگه این تصمیم بزرگ زندگیتون با هماهنگی و عشق کامل گرفته میشه و خورشید هم قول یک آینده روشن و پر از شادی رو بهتون میده. انگار سرنوشت داره شما دو نفر رو به هم نزدیکتر میکنه. توی مسائل کاری و حرفه‌ای، امروز یه جلسه کاری یا یه صحبت با یه همکار دلسوز که مثل یه دوست خوب برات میمونه پیش میاد. شاید اولش سر یه پروژه با هم اختلاف نظر داشته باشید، اما همین بحث باعث میشه یه راه حل طلایی پیدا کنید. چرخ اقبال یه شانس بزرگ کاری سر راهت قرار میده، شاید یه پیشنهاد جدید یا یه مسئولیت بهتر. کارت عشاق میگه باید بین راه قدیمی و این فرصت جدید یکی رو انتخاب کنی و خورشید تضمین میکنه که انتخابت به موفقیت و درخشش فوق‌العاده‌ای ختم میشه. مثلا ممکنه سر یه ایده با رئیست بحث کنی، اما آخرش اونقدر از جسارتت خوشش بیاد که مسئولیت اجرای همون ایده رو به خودت بده. از نظر سلامتی، کارت تازیانه میگه وقتشه با تنبلی بجنگی و یه نظم جدید به بدنت بدی، مثل یه ورزش منظم یا یه رژیم غذایی ساده. امروز یه دوست خوب تشویقت میکنه که با هم برید پیاده روی یا باشگاه. این تصمیم کوچیک مثل تابش خورشید به جسم و روحت انرژی و سرزندگی دوباره میده. اگه یه درد کهنه و تکراری اذیتت میکنه، امروز با یه راهنمایی خوب راه درمانش رو پیدا میکنی. در مورد خانواده و بچه‌ها، یک گفتگوی کوتاه با یکی از اعضای خانواده پیش میاد که شاید یک کم باعث نگرانیت بشه، اما در نهایت نتیجهش خیلی شیرینه. مثل وقتی که با فرزندت سر درس خوندنش بحث میکنی، ولی بعدش میبینی با یه بغل و یه بوسه همه چیز حل میشه و اون با علاقه بیشتری درس میخونه. کارت خورشید میگه فضای خونه امروز گرم و پر از شادی میشه و یه تصمیم مشترک دل همه رو به هم نزدیکتر میکنه. توی مسائل مالی، چرخ اقبال برات یه سورپرایز خوب داره، یه پول غیر منتظره به دستت میرسه. شاید یه طلب قدیمی وصول بشه یا یه هدیه نقدی از یه دوست عزیز بگیری. فقط یه هشداری وجود داره. تازیانه میگه سر خرج کردن این پول ممکنه یه بحث کوچیک پیش بیاد. با مشورت و تصمیم درست، این پول برات برکت زیادی میاره و مثل خورشید وضعیت مالیت رو روشن میکنه. از نظر فردی و روانی، اون گفتگوی تند و تیز امروز با خودته، اون صدای منتقد درونت که هی تکرار میکنه نمیتونی. امروز با کمک یه دوست خوب یا یه مشاور دانا با این صدای مزاحم حرف میزنی و انتخاب میکنی که به خودت و تواناییات ایمان بیاری. این تصمیم بزرگترین پیروزی امروزته و باعث میشه مثل خورشید از درون بدرخشی. یه هشدار کوچیک هم برات دارم. امروز حواست به حرفهات باشه. تازیانه میگه ممکنه ناخواسته با کلامت کسی رو به خصوص یه دوست نزدیک رو ناراحت کنی. قبل از حرف زدن یکم فکر کن. اگه دیدی بحث داره بالا میگیره، یه لبخند بزن و یه هدیه کوچیک، حتی یه شاخه گل به طرف مقابلت بده تا کدورت‌ها از بین بره.
اگه قصد سفر یا مهاجرت داری، امروز یه خبر خوب میشنوی، چرخ اقبال داره میچرخه تا کارا رو برات ردیف کنه. شاید یه دوستی برات یه دعوتنامه بفرسته یا یه راهنمایی عالی برای سفر بهت بده. یه انتخاب مهم سر راهته که آینده سفرت رو روشن و آفتابی میکنه. و اما اتفاقات غیرمنتظره، یه تلفن، یه پیام، یه دیدار اتفاقی با یه دوست قدیمی که یه خبر خوش یا یه پیشنهاد عالی برات داره. این اتفاق ساده مسیر کل روزت رو به سمت شادی و موفقیت تغییر میده. به عنوان یه راهنمایی آخر بهت میگم که امروز به حرفای دوست وفادارت خوب گوش کن. شاید حرفاش اولش به نظر تلخ بیاد، اما حکم یه پند دلسوزانه رو داره که تو رو به بهترین انتخاب و روشنترین مسیر هدایت میکنه. و در آخر عدد شانس امروز تو 9 هست. سعی کن 9 تا نفس عمیق بکشی و آرزوهاتو به کائنات بفرستی یا ساعت 9 شب یک کار مثبت انجام بدی. رنگ شانس امروزت هم فیروزه‌ایه. یه تیکه سنگ فیروزه همراهت داشته باش یا یه شال فیروزه سر کن. این رنگ برات آرامش و خوششانسی میاره. روزت مثل نور خورشید روشن و پر از اتفاقای خوب باشه بهمنی عزیز. برای متولدین عزیز ماه اسفند، کارت‌های لنورماند صلیب و موش و گل سوسن و کارت‌های تاروت ستاره و پاپ و چرخ اقبال رو داریم. ببینیم امروز قصه کارت‌ها برای شما چیه؟ عزیز دل اسفندی من، امروز قصه کارت‌های تو قصه رها شدن از یک دلنگرانی کوچیک اما سماجه. انگار مدتیه یه چیزی مثل یه موش کوچولو گوشه فکر و آرامشت رو ذره ذره می‌جویده. و این نگرانی کوچیک روز به روز بزرگتر شده و مثل یک بار سنگین، مثل یک صلیب روی دوشت سنگینی می‌کرده. اما امروز چرخ بزرگ سرنوشت برای تو میچرخه و قصه جدیدی رو شروع میکنه. بیا ببینیم این قصه توی رابطه‌های عاطفی چطور پیش میره. اگه دلت پیش کسی گیره یا تو رابطه‌ای هستی، اون شک و دودلی‌های کوچیک که مثل خوره به جونت افتاده بود و نمیذاشت از بودن با عشقت لذت ببری، امروز قدرتش رو از دست میده. چرخ اقبال میچرخه و یه فرصت غیرمنتظره برای شفاف سازی پیش میاد. شاید یه گفتگوی ساده و صادقانه مثل آب روی آتیش باشه. کارت پاپ میگه بهتره به حرف بزرگترها یا یه دوست عاقل گوش کنی تا راهنماییت کنه. ستاره هم مثل یه چراغ روشن تو آسمون تاریک به دلت امید میده که همه چیز درست میشه و رابطتون به سمت یه آرامش عمیق و بالغانه مثل آرامش گل سوسن حرکت میکنه. اگه هم چشم به راه برگشت معشوقت هستی، امروز اون قصه و دلتنگی سنگین سبکتر میشه. دیگه اون نبودن مثل قبل عذابت نمیده و این اولین قدم برای باز شدن یه راه جدیده. برای اونایی که به فکر ازدواج هستن، اون ترس‌های کوچولو از مسئولیت یا حرف دیگران که مثل یه مانع بزرگ جلوشون رو گرفته بود، کنار میره. چرخ سرنوشت داره به نفع شما میچرخه و اتفاقی میفته که مسیر رو هموار میکنه. کارت پاپ نشون میده که به زودی یه مراسم خواستگاری یا یه صحبت رسمی و سنتی در پیشه که همه چیز رو سر و سامون میده. مثلا خانواده ها خیلی راحت تر از چیزی که فکر میکردی با هم کنار میان یا یه مشکل مالی کوچیک برای مراسم به شکل غیر منتظره‌ای حل میشه. ستاره هم امید میده که این وصلت پایش روی آرامش و درک متقابله و به یه زندگی آروم و پر از صفا مثل گل سوسن ختم میشه. توی مسائل کاری و حرفه‌ای، اون استرس‌های ریز و روزمره مثل نگرانی برای تموم کردن یه پروژه یا حرف یه همکار که حسابی کلافت کرده بود، امروز تموم میشه. یه تغییر ناگهانی و مثبت تو راهه. چرخ اقبال میگه ممکنه یه مسئولیت جدید بهت پیشنهاد بشه یا یه مشکل که فکر میکردی حل نمیشه خودش به سادگی حل بشه. مثلا یه سیستمی که دائم خراب بود امروز درست کار میکنه یا یه مشتری که خیلی سختگیر بود از کارت خیلی راضیه. کارت پاپ میگه از تجربه یه آدم کاربلدتر و قدیمیتر تو محیط کارت استفاده کن. راهنماییش خیلی به دردت میخونه. آخر این مسیر آرامش و احترام بیشتریه. مثل گل سوسن جایگاهت محکم و باوقار میشه. از نظر سلامت و تندرستی، اگه یه درد کوچیک یا یه کسالت جزئی مدتی نگرانت کرده، امروز خبرای خوبی میشنوی.
اون نگرانی‌ها بی‌مورد بوده و چرخ اقبال چرخه سلامتی رو دوباره به حرکت در میاره. کارت پاپ میگه به توصیه‌های یه دکتر خوب یا حتی روش‌های سنتی و امتحان شده اعتماد کن. مثلا یه دمنوش گیاهی که مادر بزرگت پیشنهاد میده حالت رو خیلی بهتر میکنه، یا یه پیاده روی ساده توی پارک خلوت تمام استرست رو از بین میبره. ستاره هم نور شفا و بهبودی رو بهت میتابونه و حالت به سمت یه آرامش کامل جسمی و روحی میره. توی فضای خانواده و فرزندان اگه یه دلخوری کوچیک یا یه سوء تفاهم پیش اومده بود و جو خونه رو سنگین کرده بود، امروز وقت آشتی و آرامشه. یه اتفاق خوب و غیرمنتظره مثل یه تماس تلفنی از یه فامیل دور یا یه مهمونی ساده همه رو دور هم جمع میکنه و کدورت‌ها رو از بین میبره. حرف یه بزرگتر فامیل مثل پاپ خیلی اثرگذاره و گره ها رو باز میکنه. امروز خانواده برات از همیشه مهمتر میشه و خونه دوباره به یه جای امن و آروم مثل یه باغ پر از گل سوسن تبدیل میشه. تو مسائل مالی و اقتصادی اون خرج‌های کوچیک و پیشبینی نشده که هی از این ور و اونور میزد بیرون و حسابی نگرانت کرده بود، مدیریت دستت میاد. چرخ اقبال یه شانس کوچیک مالی سر راهت قرار میده. شاید یه طلب قدیمی که فراموش کرده بودی به دستت برسه، یا موقع خرید یه تخفیف خیلی خوب بگیری. کارت پاپ یه جورایی هشدار میده که ولخرجی نکنی و طبق برنامه پیش بری. این مدیریت باعث میشه خیالت از آینده راحت بشه و به یه ثبات مالی آروم و دلنشین برسی. از نظر فردی و روانی امروز روز بزرگ توه. اون اضطراب درونی که مثل موش روحت رو میخورد و مثل صلیب سنگین بود بالاخره داره تموم میشه. تو درسی که باید رو از این سختی گرفتی و حالا وقت رها شدنه. چرخ اقبال تو رو از این حال و هوا خارج میکنه و ستاره بهت نشون میده که چقدر توانمندی و چقدر نور امید درونت وجود داره. به باورها و اعتقادات تکیه کن، چون مثل پاپ راهنمای تو هستند. نتیجه این تحول رسیدن به یه صلح درونی، پختگی و آرامشه. خودت رو بیشتر دوست خواهی داشت. یه هشدار و مراقبت کوچولو هم کارت‌ها برات دارن. اون کارت موش میگه امروز حواست به جزئیات باشه. مثلا اگه میخوای چیزی بخری، تاریخ انقضاش رو چک کن، یا اگه قرار پولی رو کارت به کارت کنی، شماره حساب رو 2 بار چک کن. اینا کارهای کوچیکیه که جلوی یه ضرر یا دردسر بزرگتر رو میگیره. برای سفر و مهاجرت اگه نگرانی داشتی یا کارت گره خورده بود، امروز یه گشایش غیرمنتظره اتفاق میفته. چرخ اقبال میگه چمدانت رو آماده کن، چون یه حرکت و جابجایی تو تقدیرت هست. این سفر به یه جای آروم و باصفا خواهد بود که حسابی بهت آرامش میده. و اما رخدادهای غیرمنتظره، خود چرخ اقبال یعنی یه اتفاق ناگهانی. منتظر یه تلفن، یه خبر یا یه دیدار باش که مسیر امروزت رو به کل عوض میکنه و اون بار سنگین رو از روی دوشت بر میداره. این اتفاق مثل یه معجزه کوچیکه که باورش برات سخته. به عنوان یه راهنمایی و مشاوره دوستانه، کارت‌ها میگن درس اون سختی‌ها رو گرفتی. حالا دیگه بهش فکر نکن. به صدای قلبت و به عقل و منطق و تجربه با هم گوش کن. سرنوشت داره روی خوشش رو بهت نشون میده. پس با آغوش باز از این تغییر استقبال کن تا به آرامش برسی. و در آخر عدد شانس امروزت 4 هست. امروز 4مین نفری که بهت زنگ میزنه یه خبر خوب برات داره. یا مثلا اگه کاری رو شروع میکنی 4 ساعت روش وقت بذار، نتیجه عالی میگیری. رنگ شانس امروزت هم عنابیه. یه لباس عنابی بپوش تا اعتماد به نفست بیشتر بشه. یا اگه خواستی یه خودکار بخری، رنگ عنابی رو انتخاب کن، چون ایده های خوبی باهاش مینویسی. روزت پر از آرامش و اتفاقهای قشنگ باشه. اسفندی مهربون.